سلام عزیزان دل، خوش آمدید به کانال ماما تیوی. امروز میخوام برای شما یک قصه جذاب و حیرت انگیز از قصه های خواجه عبدالله انصار که از افغانستان بودم و در یکی از شهرهای افغانستان به نام شهر هرات تولد شدم. ما این قصه از بزرگا شنیدیم و امروز میخوام برای شما تعریف کنم. خدا کنه که قصه ما رو تا آخر گوش کنیم و تماشا کنیم. قبل از تماشای قصه لایک و کامنت از یاد شما ایزا نره. خب میریم به دنبال قصه. در زمانهای قدیم در شهر هرات یک مرد زندگی میکرد به نام خواجه عبدالله انصار. یک مرد عالم با خدای، نویسنده و شاعر برجسته بودن که از اونا کتابای زیادی به جا مانده که زیادتر از کتابا از اینا بیرون از مرزا رفت به مملکت‌های همسایه. خلاصه خواجه عبدالله انصار همیشه کار از اینا به بیرون و شاگرد تربیه کردن بود و شعر میگفتم و کارهای دیگر. خلاصه اینا از طرف شو که میرم به خونه، همیشه زن اینا کارا خونه رم به سر از اینا انجام میده. دیگ پختن، اسکو برو بطه و خار بیار، جارو کردن تا خونه، همیشه همی کار از اینا بوده و زیاد تحمل داشتم، صبر داشتم که خدای پاک از صبر از اونا رو به جا رسون و به مقام بالای برد که به نام پیر هرات یاد میشه. بالاخره سالها گذشت و حوصله از اینا به سر آمد و یک روزی از خونه بیرون شدم و برفتم به بیرون. همینطور رفت تا رسید به نزدیک یک کوه. به نزدیک از این کوه که رسید دید که اونجا یک غاریه. به داخل از این غار چند نفر شیشته به نام درویشا میگفتم. او غارم به نام غار درویشا میگم که عمال فعلا هم او غار است. میرم داخل همون غار، پیش همی درویشا میشینم. 5 تا اونایم، یکم خواجه عبدالله انصار میشه، 6 نفر مشغول به ذکر خدا و روزه میگیرم و از طرف شو نماز و طاعت و عبادت خدا میکنم. شو که میشه یکی از درویشا میره از پیشون غار یک غذای آماده میکنه، میارم میشینم میخورم. صبح شوی و یک نفر دیگه از می درویشا میره از پیشون غار غذای میاره و میشینم میخورم. خلاصه 5 درویش همی کاره میکنه. شو ششم نوبت به خواجه عبدالله انصار میرسه که درویشا میگم برادر 5 ما آوردیم غذا، امشب نوبت تونه. خواجه عبدالله انصار هم میگه چشم. میرم به پیشون غار، میبینم که اینجا نه دودی و نه پوفی، حتی بوجاق و حتی یک قاشقی نیه. اینا یک غذا چی رم تیار میکردم؟ از کجا می آوردم؟ رو خود با آسمان میکنم، میگم خدایا من که نمیفهم که اینا یک غذا از کجا می آوردم. هر دعایی که اینا میکردم مستجاب میکردی خدای از ما مبوده که من پیش از این مردم شرمنده نشم. یک دمی چشم خوروا کردم، دیدم که یک مجمع کلونی پر از غذا رنگارنگ غذا به داخل از چینده و وردشم بردم پیش درویشا. درویشایی که غذا رو دیدم که 10 برابر از غذایی که اونا می آوردم
ای بالاتره، ای به گوش ازی و ای به گوش ازی میگه که ای به 5 شوی بیامد و ای تا غذای آماده کرد برای ما آورد. ما سالها داخل همی غاریم، غیر از مون نان خورما و یک کوزی هایی دیگه ما چیزی ندیدیم. رو به طرف خواجه عبدالله انصار میکنم، میگم برادر تو رفتی چی گفتی اونجا، چه کار کردی که غذای آماده کردی؟ والله من برفتم داخل همو پیشون قار هر چی سعی کردم دیگه چیزی دیدم نبود. رو خواب آسمان کردم، به دربار خدا دعا کردم خدای من شرمنده نکن پیش از اینا. هر چی که اینا میگفتم از من همون یک لقمه نونی اوله که من ببرم شرمنده نشون. بعد خواجه عبدالله انصار رو خوب از اینا میگه شما چی میگفتی؟ گفتم ما میریم همونجا میشینیم و دعا میکنیم، رو خوب آسمان میکنیم، میگه خدایا به طفیل روی خواجه عبدالله انصار که صبر به جا رسید، یک لقمه نونی برای ما حواله کن که امشب خورتیر کنیم. خواجه عبدالله انصار این گپر که میشنوه دویده کده میره به خونه خو، پیزن خو میگه چی کار خدمته؟ از کو برم بطه بیارم جارو کنم، ظرف بشورم. خلاصه از بس که اینا صبر داشتم، از صبر از اینا خدای پاک اینا به جا رسون و قصه ما به همیجی به پایان میرسه که در آخر خواجه عبدالله انصار یک شعر میگم بدی را با بدی کردن کار سگساری است. یک سگی که گوش یک سگی میجوه، اون سگ هم گوش از دور میجوه. میگم خوبی را با خوبی کردن کار خرخری است. یک خری که به دندانه و کمر یک خر اگر میخوره، او هم کمر از او گردن از او میخوره. میگم بدی را با خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است که هرچی به خواجه عبدالله انصاری بدی میکردم، هر کس برای بدی میکرد در جواب بدی اینا برنا خوبی میکردن. خب عزیزان دل، قصه ما بینجی و پایان رسید. خدا کنه که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. شب و روز شما خوش. شما رو به خداوند کریم میسپارم. تشکر از لایک و کامنت های شما. بدرود.